سلام، من تارام. اگه نمیشناسین یوتیوب شروع کردن سخته. روز اومدیم که یه روزو با من باشیم، یه روزم که نه، یعنی چند ساعت با من باشیم که من روزم خیلی خسته کننده است. میریم بیرون، آرایش میکنیم با هم، میذاره با من بهتون. من از دیشب اینو موهامو اینجوری بستم، شبیه مرده هم. من چرا با دو تا دوستان بریم سمت پایین شهر، داونتاون تورنتو بریم. خب اول با میکاپمون شروع میکنیم، بعد موهامونو باز میکنیم، لباس میپوشیم، میریم سمت پایین بریم. آفتاب چرا میاد میره؟ از چراغ چیزم بدم میاد. از دلایلی که من تا الان یوتیوب شروع نکرده بودم این بود که حس میکردم خیلی کلینجم، این قشنگ چندش بودنم من میباره. من همیشه با ضد آفتاب شروع میکنم چون که آفتابه. آره، بعد من هیچ تجهیزاتی الان ندارم. شاید چون اولین ویدیو یوتیوبم اصلا نمیدونم قرار بگیره یا نه. شاید اصلا اینو گذاشتم و فرار کردم، میدونی؟ شاید اصلا یهو پرید، شاید یهو چرا پوستم داغون شده، شاید چون پریود هم سخت نگیرین به و من فکر میکنم الان تمام مخاطبان دخترن. پرایمر میزنیم، این پرایمر خیلی خوبه، میچسبونه همه چی رو به صورت. با چشمام صورتمون رو میخوایم اینجوری سنچ بکنیم. خب چند تا سوالی که من میپرسه اینه که من کجا زندگی میکنم. من الان 6 ماه اومدم اینجا. یه دلیلی که من همش نمیگم چند وقت اومدم اینجا چون میبینم بقیه کسایی که تو فضای مجازی فعالیت دارن، مثلا چه میدونم میگن فلان جا زندگی میکنیم، فلان قدر فلان جا زندگی میکنیم، بعد بکن مثلا یه سال میگذره همه چی تغییر میکنه و اون ویدیو رو مثلا مردم از پیجای دیگه میان میذارن، میگن که آره فلانی الان فلان قدر داره فلان جا زندگی میکنه، مثلا داره اون مدت زمان قبلی رو میگه که خب مثلا من زیاد دوست ندارم این اتفاق بیفته. من حس میکنم این ویدیو رو دارم بیشتر با خودم میگیرم چون که حس میکنم کسی قرار نیست اینو ببینه و فکر کنم دارم درست فکر میکنم. دوست دارم آرایشم اینجوری چیز کنم و خب میبینی الان خیلی پررنگه، ایشونیم سوخته انگار. اینجوری اینجا میزنم، از اینجا میارم کانسیلر اینو میزنم که اینجا میزنیم که انگار بیوتی بلندرمون رو خیس میکنیم. من از اضافی همونی که زدم زیر چشم میارم میزنم به اینجاها که اینو اینجوری میزنم پشت دستم. بعد من از رنگ این یکی رنگش رو دوست دارم و نمیرم سمت پایین، نمیرم سمت بالا. آهان انقدر من بدم میاد که بعضیاتون منو بلاگر صدا میزنین. بلاگر کسیه که تو اینستا فعالیت داره فکر کنم دیگه، یعنی اصلا نمیدونم. من از کلمه بلاگر خوشم نمیاد اصلا. تو براشم کو این رنگ تیره ترش برمیدارم. چقدر پوستم داغونه چیز دیگه. خب بلاگره تو اینستاگرام فعالیت دارم، بلاگره تبلیغ میگیرم، من تبلیغ میگیرم کسی، یعنی اینفلوئنسر کسیه که اینفلوئنسر روی بقیه. من هیچ اینفلوئنسی ندارم، من هیچ تأثیری ندارم روی بقیه. اینفلوئنسر میاد تبلیغ چیزای دیگه رو میکنه که مردم بخرن. یعنی من خوشحال میشم مثلا میرم تو تیک تاک هم قسمت منشن بعد کلی 10 تا 20 تا از این چیزا هستش که آره تیک تاک رو مورد علاقت رو تگ کن. من نمیگم که خجالت نه سالمه. 2 تا خط میکشم بعد از همون پالت سایه استفاده میکنم. یه انقدی چیز، یه همین چقدر، یه همین براش چقدر انقدی برمیدارم میزنم توی این رنگ قهوه‌ای روشن این
مثلا روشن، چون من اینو میزنم بعد بلند میشه، یعنی اینجوری با دست بلند میکنم و بلند میشه. الان شبیه گربه سیاهه. شاید به خاطر موها هم هست الان این شکلی هم. ماما آینش کنی که الان این کارو کردم، همه اینا رو زدم، مالیدم تا صبح مالیدم. آیا میدونی آخه من اصلا آرایش نمی کنم که من خیلی ما اصلا نمیدونم شما چطوری اینقدر آرایش میکنی؟ من اصلا آرایش نمی کنم. شو بعد دیگه اینو نمیزنم رو دستم چون میخوام خط بندازم با پودر فیکسم، چون تابستونه باید زیاد بزنید که عرق نکنید، یعنی که عرق بکنید ولی نریزه. چی میگم؟ شیبینامونو خوش میکنی؟ آها بعد یه کاری هم که من میکنم اینه که اینو از چشم اینجوری میارم، یه خط اینجا رو دوست دارم مات بکنم که اینجاها بیشتر اینجوری تو، میدونی چی میگم. خب الان تا اینجا تمومم. لوکیشن عوض شد، الان همونو باز کنیم. خب اورا اینو درست کنم. حواسم میشه پرت وقتی ما میشین چه قشنگ شد. داره خوشگله دل منو با. با بیوتی بلندرم با براش دوست ندارم برم روش چون که ایناش میره. بعد اینم اینوریشو اینوری میکنیم. اینا اینجوری با این انگشتمون رو میزنیم اینجا. خیلی زیاد دادم. این یارویی که داره از بین میره. این هایشم ریمل میزنم. نصف رفیکس این لورئال میزنیم. خب بعدیشمون تموم شد. از لولو به هلو تبدیل شدیم. لباس بپوشیم. الان 29 درجه است، بعدش میره 30 درجه. گرمه. شلوار همیشه یکم گشاد بوده، یه کوچولو. وقتی اتاق یکم غیر مرتب هستش. بچه من ساعت 2 نمیرسم، میتونیم ساعت 2 رو بریم. 2 رو من دم خونه کتایونه. الان از خونه در اومدم، یکم آفتابه، یک کوچولو بریم سمت خونه کتایون. سوار رو شدیم که بریم سمت نداره، فقط 23 دقیقه دیر کردیم رسیدیم خونه کتایون. یکم مثلا چیز نیستش، مثلا شما اگه یک تو خیابون ببینید که داره از خودش همینجوری فیلم میگیره، یکم اینجوری نمیشین که ای چه آدمه انقدر بد نگاه میکرد پیرمرده. اما میدونستین اینجا حتما باید از این خطای عابر پیاده رد بشین وگرنه جریمه میشین. تو ایران همینجوری خرکی رد میشدیم، هیچی نمیگفت، ولی خب اینجا مثل این که همینجا رد میشیم. به ویدیو یوتیوب تارا خوش اومدید. هنوز اصلا هیچ کار حتی میکروفون نداری. میکروفون بده. تایپ چی؟ تایپ سی یا نه؟ تایپ چیه؟ قطار ولی مهمه فاطمه. کتایون خوشحالی تو ویدیومی؟ نه. من یه جوک میخوام بگم براتون. یه روز به یه آقای میگن که ایستگاهش اینجاست. دارم جوک میگم. یه روز آقای میره به رفیقش میگه که من نصف زمینم رو برنج کاشتم، نصف دیگه‌شو چی بکارم؟ رفیقش برمیگرده میگه خب نصف دیگه‌ش هم خورش بکار دیگه. فکر بکنم چی میشه یک آدم یک همچین چیزایی رو تصمیم اینا جوکای خیلی باحالی ان. هم میگفتم دیگه همین. حتی این زد به یه خانومه. بکن بریم داداش. چه پارسا شبیه پاندای کنفوکاره. قطار اومد، قطار رو بگیر.
پاندای کنفو کاره. میخوان اول از خودمون یه بیو بدیم تو رو که همه میشناسن. نه بیو رو بذار پیاده که شدیم. خوشگل‌ترین فاشیت اسپادا اینا مال من. فکر نکنم تا رو اینقدر سریع بتونه ادیت کنه. من یکم چیزم. من فکر نکنم حتی اصلا بتونه ادیت کنه. من ادیت کردم بلدم. فکر نکنم. خیلی پارسا شبیه پاندای کنفو کاره. آره میکروفون داری خودت. هنوزم نمیدونم کی قراره این ویدیو رو اصلا نگاه کنه. یه چیز خیلی جذاب میخوام نشونتون بدم. میتونی بچرخونی گوشی تو؟ چرخیده است؟ بیا. عروسک‌های دعاخون، اونجرز دعاخون. نگاه حالی که داره دعا میکنه. آخ جون تاست. از ایناست. با کیا اومدیم؟ این برای کدوم بازیش بود دقیقاً؟ برای فصل 2 بازی 2 یا سال 3. این چیزه، اینو میذاشتی تو نینتندو سویچ. در یه صدای اینو میذاشتی تو نینتندو سویچ. نینتندو یا سه؟ 100؟ خیلی چرته برای این 24 29. ولی اون بزرگاش خوشگل‌تر از این. باشه ولی چرا از $100 به خاطر همین؟ نمیدونم چون زشتن. دقیقاً چون زشتن. خوشگلن این بنبسته که پارسا پیدا کردم چیزی که می‌خواستم. پارسا چندش؟ ویجی بورد. اگه این ویدیو رو به 500 کالاک برسونیم میریم ویجی بورد میخریم میریم جای متروکه. آی سیفی چرا اینقدر سنگینه؟ از این است دیدی تو تیک تاک مثلا میگن که مثلا یه پیام میفرستن اینجوری میکنن. خب دیگه بریم بیرون دیگه. پارسا خدافظ. پارسا خدافظ. بای بای. خدافظ. انگار اومدیم مثلا ولاگ چین. بچه ما ولاگ چینی ما کانزاشی کمربند از اینایی که اسمم سوزن کردم تو دستم. میشه بکنیش تو صورتم؟ خب صورت فقط خوب شما دیدم. بچه‌ها ببینید اصل کارو ببینید. شما میگید چی؟ از اینا بچه بودم داشتم یه دونه خرابش کردم انداختمش دور. از اینایی که دو رنگه. نمیدونم آیا شما هم در کودکیتون از اینایی که دو رنگ عوض میکرد داشتید یا نه؟ که این برش چیز بود. من نداشتم. نه من بچه بودم داشتم تازه خرابش هم کردم. خودم خری الان اینو میخره؟ از اینایی که انگوش میکنی حس میکنم میرن هنوز تو 2020 مغازه. شمع میخوام شمع بدهید. آخ جون اومدیم قسمت لوازم آشپزخونه. این قسمت مورد علاقه منه قاعدتا. گل $12.99. بچه‌ها اینجا رو میشه نشون بکنیم بیام از اینو بخرم؟ نشون بکنیم. من شما چیکار میکنین؟ یادمون میمونه. از اینایی که یخچالو خوشبو نگه میدارن بکنش رو دماغت. پارسا حس میکنم برای دوست دختر 5 سالت میخوای همچین چیزایی رو بگی. لوازم چوبی استفاده بکن. لوازم چوبی خیلی بچه اینا رو نمیدونم یادتونه یا نه ولی پشه کش. من پشه نیستم. کفتر باشه ولی پشه نه. پشه کش. قدیم استفاده میکنن اینا. نمیدونم هنوز یادتونه هنوز خیلی استفاده میکنن ولی اینا رو من خیلی بچه بودم استفاده میکردم. بچه این جا سوزنی ها رو یادتونه؟ سوزن ترکیب میکردیم این تو. آره دقیقا. جلوه های آی بشه در بازار نمیخوای بری یا نه؟ یا بریم بازار این بره. کنزینگتون مارکت. ماهی داره توش؟ دنبال ماهی؟ من ماهی زنده میخوام ببینم. از اینه که بلا 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 بچه مشهدیه که دریا ندارن ماهی تا حالا ندیدن. پارسا پارک ملت هم خودش به اندازه یک اقیانوسه.
به اندازه کل دریاهای کانادا میارزه. کویر این آب نداره. مشهد خیلی هم خوبه، حتما مشهد برید. قارچ فروشی. قارچ می‌فروشن. بچه من گشنمه. خیلی باحاله. یکم این یاروش اذیت هم میکنه. خیلی هم سنگینه. این خیلی بو ماهی. یعنی روش. وای. خیلی آدمای رندومی هستی. من ماهی دوستم، من هر جایی که یک چیز زنده نشون بده خوشم میاد. دقیقاً شبیه بازار پروانه. تونی؟ اینا واقعیه. از کجا میفهمی یه سنگ واقعیه؟ چون اینطوری ببین سنگینی میکنه و اصلا حالت پلاستیک طور نداره. ببین صدا هم میده تازه. چقدر اینا خوشگلن. باسا. What beat on they're better. Yeah. Oh, yeah. I'm good. No. No, sorry. Stone. 这做一根快速刀 ，Number One Big Thing， 这$10，这 Big Thing，Big Thing 呢，Chinatown no more。 They're so pretty. گشنمه. چیز چینیایی که میری تو فروشگاه و چیز چینیایی که میری فقط باهات چینی صحبت میکنن. تو قهری با ما؟ قهری؟ گوش نشه. ما برامون غذا آورد خوردیم. کاترین خیلی خوشگله. اینجا CN Tower چشم تار میبینه. گردنم هم درد داره. اینجا CN Tower. چشم تار میبینه چون تارا جلوته. کاترین حالش داره بد میشه. کمک کنید به من مظلوم این وسط بین دو تا دختر. بچه هیچ وقت دوستاتون رو دختر انتخاب نکنید اگه پسری. چون 99% ممیز 9 هر چند دهم و صدم و هزارم درصد دوستات دخترن پارسا. میتونستی بگی همه دوستات دخترن، اینقدر زحمت نمیکشی. خب حالا یه چند تا پسرم داری تو دوستات. فنبوی حساب میشن. چقدر گرمه اینجا وای میستی منتظر میمونی. چقدر اگزاستد شدم. چی شدی؟ اگزاستد. دیروز میگفت خسته شدم، قاچم در اومد. درود دوستان، من کاترین هستم. من کاترینم. چرا؟ گوشم زخمی شده. منم محبوب دلها پارسا هستم. تقصیدم دارم میرسم. منم کاترینم دوستان. خوشبختم. گفتی یه بار اینا. خوشبخت میگه خوشبخت. چون وقتی میگه خوشبخت یعنی وقتت خوشه، ولی وقتی میگه خوشبخت یعنی وقتت خوشه. هیچ وقت نمیری به یکی که تازه دیدیش بگی خوشبختم به خاطر دیدنت. چرا همینو دقیقا میگیره؟ چرا باید خوشبخت بشی؟ خوشبخت نه، خوشبخت رو برای وقتی میگن که تو ازدواج میکنی بختت گشا میشه. مثلا اینجوری میکنم یه دست بده. خوشبختم. نه اومد. کاترین شبیه اون دخترایی که استتیک موهای فر چیز مثلا خیلی مترو شلوغه و همه دارن خیلی بد نگاهون میکنن. هنوز نمیدونم تایتل ویدیو رو میخوام چی بذارم. امیدوارم با یه روز با من خیلی بهتون خوش گذشته باشه. فکر نکنم. امیدوارم بهتون خیلی خوش گذشته باشه. فکر نکنم. بچه‌ها امیدوارم بهتون خیلی خوش گذشته باشه. مرسی که امروز با من گذروندین. فکر نکنم. این خورشیده یه روز دیگه با من خدا. من فقط میتونم بگم من میتونم برم دستشویی تو ساین لنگویج. خدافظ. این حافظه داره مینویسه شعراشو.